توی خیابون نیما سر نبش نیلوفر یه ساختمون 2 طبقه هست که دیواراش سفیده. طبقه همکف ساختمون یه واحد 60 متری داره که در مستقلش تو کوچه باز میشه. اگه از این در رد بشی و بتونی صدای بلند موسیقی رو تاب بیاری، میبینی که الان توی اتاق نشیمن یه نویسنده نشسته پشت یه میز قهوه‌ای قدیمی داره پای چپش رو تکون میده. اصلا چی شد از وقتی من اومدم تو این محل همه توافق کردن دم خونه من آشغال بذارن؟ سر همین آشغالا طبقه اولی ساعت 2 نصف شب مست اومده در خونه من داد و بیداد راه انداخته که شما آشغال میذاری اینجا. فردای دعوا از صابخونه میپرسم چاره چیه، در جریان نیست. رفتم شهرداری شکایت کردم، گفتن با اهالی کوچه کنار بیاین. هی میگن سخت نگیر سخت نگیر. خب وقتی گوش داری میشنوی، چشم داری میبینی. صابخونه گفته بود صبوری کن، 1 ماه دیگه طبقات بالا همه پا میشن میرن. طبقه دومی 2 تا پسر داشت. پسر اولش 19 سالش بود ولی 30 ساله به نظر می رسید. آخر شب می رفت، دم صبح می اومد. موتورش بیشتر از این که راه بره صدا می داد. پسر دومش بعد مدرسه کارش این بود بچه‌های محل رو جمع کنه تو کوچه، گلای شمعدونی دم در رو بکنن باهاش رو دیوارای سفید خونه فوش بنویسن. مادرشون هم تقریبا هیچ وقت خونه نبود. وقتی هم که بود میرفت تو بالکن اسم پسر کوچیکه رو از اون بالا داد میزد تو محل، بلکه پیداش کنه و 4 تا سیلی بهش بزنه. پدر خانواده هم کلاً در جریان نبود. صبح با ماکسیمای سفیدش میرفت، سر شب میومد. یه بار تو کوچه بهش سلام کردم، جوابمو نداد. بعد از اون دیگه سلام نکردم. کاری نداریم این 1 ماهی که صابخونه قول داده بود شد 2 ماه و سر اساس کشی اساسو از بالکن پرت میکردن تو حیاط. اما بعد 2 ماه همه رفتن و سر و صداها خوابید. بالاخره نشستم پای داستانم. ولی 1 هفته نگذشته بود که فهمیدم صابخونه میخواد طبقات بالا رو بازسازی کنه. الان 3 ماهه دارن بالا سر من کلنگ میکوبن. پاشم برم بهش بگم تو که هر وقت میخوای میای میری میزنی میکوبی. انگار نه انگار ما اینجا آدمیم. برات جمعه و 3 شنبه هم نداره. حداقل به اون یابو بگو نخاله ها رو اینجوری نریزه پایین. ناسلامتی آدم این پایین زندگی میکنه. نه نمیتونم بهش اینجوری بگم. دعوا میشه، بلد نیستم داد بزنم. اصلا اومدیم و گفت هری کجا برم؟ حساب کردم هر دفعه میرم بیرون حداقل 200 تومن خرج میکنم. پس تا مجبور نشم از خونه بیرون نمیام. چرا هر بار میخوام بنویسم کلمه ها در میرن به جاش 2 تا 4 تا شروع میشه؟ پنجره اتاق نشیمن رو باز میذارم یکم حال و هوام عوض شه. صدای بوق ماشینا دیوونم میکنه. پنجره رو میبندم، خونه کوچیکتر از چیزی که هست میشه. گلدونای دم در رو کندم که کسی رو دیوار فوش ننویسه. ولی آشغالای محل هنوز دم در خونم جمع میشه. هر بار میخوام داستانم رو تموم کنم و صدای بنایی طبقه بالا آزارم میده، دستم میره سمت گوشی که زنگ بزنم صابخونه، ولی به جاش موجودی حسابم رو چک میکنم. پای چپم رو بیشتر تکون میدم. صدای موسیقی رو بلندتر میکنم و با خودم تکرار میکنم سخت نگیر. باد کاغذ و پوسترای روی دیوار اتاق نشیمنو به حرکت در میاره. نویسنده دیگه اعتراضی نداره. حالا فقط به تراژدیای ننوشته‌اش فکر میکنه و با صدای بلند به قطعه حلقه نیبلونگ ریچارد واگنر گوش میده. با صدای خیلی بلند.